در سنن ابن ماجه، یکی از 6 کتاب‌های معتمد اهل سنت و الجماعت، کتاب‌های حدیث، آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم رو صحابه ها پرسیدن که این قربانی ها چی است یا رسول الله؟ گفتن که سنت ابیکم ابراهیم، این اصلش از میراث از پدرتون ابراهیم ماندگی است. چون که حضرت ابراهیم را الله تعالی در سن او 86 سالگی پسر داد. تا همین وقت فرزنددار نبودن. این جنگ و جنجال، زن اخیر راضی شده همون کنیزکش تحفه کرد. سارا زنی اولش بود، از وی فرزند نمیشد. هاجر را تحفه کرد. از هاجر حضرت اسماعیل به دنیا آمدن در سن 86 سالگی. این میدونید من آدمایی که دیر پسردار شدگی یا 7-8 دختر دارن ثانی پسردار شدن، یا اینکه 10 سال پسردار نبودن، اونا میدونن اینه. این حضرت ابراهیم 86 سال نه پسر دارن نه دختر. بعد اینکه پسردار شدن، الله تعالی امر کرد که اینو بر از پیش این زند اونجا بر پیش مکه گرفتن، از فلسطین برده به مکه موندن، به یک وادی خشک خالی که نه آب و نه قصهش دراز است. خلاصه وقتی که 12 ساله شد، اکنون یک جوانی خوشروی و فرمان بردار شده که شاید الله تعالی فرمان داد که اینو ذبح کن به خاطر الله. یعنی فرزندت دوست می‌داری یا که مرا دوست می‌داری؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام به حضرت اسماعیل پیشنهاد کردن که انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در خواب می‌بینم که تو رو قربانی کرده ایستادم. چی میگویی به این؟ از پسرش هم مصلحت پرسیدن. گفت که ستجدنی ان شاء الله صابرا افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. هر کاری که پروردگارت تو رو فرمان میده همون اجرا کنی پدر جان. مرا به نزدیکی صبر کننده میابی. با حضرت ابراهیم همین حاضر مینا خود اصل کلمه ریزانیدن خون گرفته شده است. خونها جاری میشدن در جویبارها در مینا. حالا من مثلا اگر 10 میلیون آدم حج کنه 10 میلیون گوسفند کشته میشد. میدونید چقدر خون جاری میشد؟ همونجا حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل قربانی کردنی بودند. کارد تیز کردند، از پشتی سر آمدن حضرت اسماعیل دیدن که از پشتم بیا یا از رو برون بیا، اگر مقصد رحمت شاید غلبه کند و فرمانی پروردگار تا اجرا نکنی. وقتی که سر بریدنی شدن که کارت نبرید. الله هیچگاه در تاریخ یگان کسی نگفته است که پسرت قربانی کن. این نیست، فقط اینه برای سنجش کرد. لقد صدقت الرؤیا، تو از امتحان گذشتی ای ابراهیم. یعنی ابراهیم علیه هیچگاه الله تعالی این خیلی فرمان نمیتید به خاطر منشور بچه تا به قتل رسان، لیکن این فرمان برای امتحان داد و کارد از وظیفه فیزیکی خودش اجرا نکرد. وقت شما چون که وی کی آفرید؟ الله آفرید اون آهنه. و انزلنا من السماء، ما از آسمان آهن نازل کردیم. در قرآن از سوره است به نام حدید، آهن. این آهن ها، این آب ها، این آتش ها همش الله اطاعت میکند. در کار شود از وظیفه خودش بیرون میبراید. خیلی که آب حضرت موسی را غرق نکرد، آتش حضرت ابراهیم را نسوزانید، کارد گلوی حضرت اسماعیل را نبرید. اینا سازنده دارن، آفریدگار دارن. اینا اگرچه جمادات هستن، ردمیت هستن. و الله تعالی گفت که ابراهیم تو از امتحان گذشتی. گفت بعد یک گوسفند داد به جایی از فدیه از اسماعیل. جانم فدای تو باد میگد که یعنی که به جای اینکه تو کشته شوی من کشته شوم. گفته گپ یک گوسفند الله تعالی فدیه داد از نام اسماعیل. همون گوسفند از جنت بود و حضرت ابراهیم به جای حضرت اسماعیل علیه السلام همین گوسفند ذبح کردن. بنابراین پیامبر علیه السلام میگه سنت ابیکم ابراهیم، سنت پدرهاتون ابراهیم است. یعنی به ما میراث ماند برای شکرانه که الله تعالی رو هم اطاعتش کردن، هم به جای اینکه فرزند از دست یک گوسفند میکشید، همون گوسفند خودتون میخورید برده به بحر پرتان نگفته است که خودتون میخورید، خیش تا باران میخورد.